Hello everyone, welcome to my YouTube channel. سلام دوستان، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با درس حال ساده و حال استمراری و تقابل این دوتا جمله توی یک جمله. خب بچه ها، شما میخواید بگید که چه کاری رو همیشه انجام میدید و چه کاری رو همین الان دارین انجام میدید. این دوتا جمله باید تو دوتا ساختار بره. مثلا من با ماشین میرم سر کار، اما امروز دارم پیاده میرم. خب دوتا زمان متفاوته. الان من دارم پیاده میرم، I'm walking to the work. ولی همیشه چیکار میکنم؟ I drive. من رانندگی میکنم. پس حال ساده در مقابل حال استمراری. بریم مثالا رو ببینیم تا بیشتر متوجه بشیم. خب بچه ها، من اینجا 3 کلمه آوردم که اینها قید هستن، نشون دهنده حالت کاری که شما انجام میدید. قید گفتید توصیف کننده فعل هستش. ویدیو کامل تمام قیود تکرار توی یکی از ویدیو هست که لینکش رو اینجا میذارم، اونجا میتونید برید سر بزنید. اینجا 3 تاشو با باش کار داریم. usually, often, mostly. usually معمولا، often اغلب، mostly بیشتر اوقات. کاری که معمولا انجام میدید usually، کاری که اغلب انجام میدید often و کاری که بیشتر اوقات انجام میدید mostly. فرق اینا چیه؟ اینه که usually از این دوتا قوی تره. دقت کنید، من اومدم از قید استفاده کردم. قیدم جاش کجاست؟ قبل از فعل اصلیه. Before the verb we have adverb. I usually drive. من معمولا رانندگی میکنم. But today I'm walking. اما الان، یعنی امروز، today، امروز، I'm walking، دارم پیاده روی میکنم. دقت کنید، از but استفاده کردم چون که اومدم دوتا جمله رو مخالف قرار دادم. گفتم معمولا، اما امروز دارم این کارو میکنم. پس جمله اولم که حال ساده است و جمله دومم حال استمراری. To be ing form. بچه ها، کاربرد این قیدها usually, often و mostly تو زمان حال ساده است، یعنی کاری که شطور روتین، روزمره انجام میشه. خود این قیدها هم اسمش قید فرکانسیه، قیدهای تکراره، یعنی تکرار میشه مثل عادتها، روتینها. اما الان کاری که میخواید انجام در حال انجام دادنش هستید میتونه با تایم میکر today بیاد، یعنی الان، یا right now. این هم یه تایم میکره، یعنی همین الان، درست همین الان اون داره چیکار میکنه؟ میره سینما. جمله بعدی اینه She often go to the gym. اون اغلب میره باشگاه. But right now، اما در حال حاضر، یعنی همین الان She's going to the movies. داره میره سینما. پس ما توی زمان حال استمراریمون میتونیم از تایم میکرها استفاده کنیم. بگیم الان، امروز، و میتونیم استفاده نکنیم، مهم نیست. ولی قیدهای تکرارمون بچه ها حتما تو زمان حال ساده است و بهش هم میگیم قیود تکرار یا قیود همیشگی، چیزی که به طور عادتی کاری رو انجام میدید. بریم یه مثال دیگه ببینیم. بچه اگه تا اینجا ویدیو دوست داشتین لایک کنید. اگر خواستین از درس بعدی مطلع بشین سابسکرایب کنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. بچه کاربرد این زمان برای موقعی که شما کاری رو اغلب معمولا انجام میدید که با یکی از این قیدها میایید. مثلا بیشتر اوقات شما بعد از ظهر مثلا میخوابید یا تیک نپ دارید، یعنی بعد از ظهر یه چرتی میزنید، یا اغلب میدید شاپینگ، میدید خرید، یا معمولا مثلا استراحت میکنید. اما در حال حاضر همین الان، یا با now یا right now، در حال حاضر یا امروز. اگر این چیز یکی از این تایم میکرها رو دیدین، حتما بدونین باید از زمان حال استمراری استفاده کنید. اینها با زمان حال استمراری میاد. چرا؟ همین اکنون داره انجام میشه. اما این 3 قید برای حال ساده است، کاری که به صورت معمولا عادتی انجام میشه، تکراریه، که تو اون لحظه اگر یه کار دیگه دارین میکنین با یکی از این تایم میکرها متوجه میشید که حتما باید حال استمراری بیارید. برای تقابل 2 زمان، حال ساده و حال استمراری، اگر میخواین تو یک جمله این 2 رو بیارید، میتونید از ربط دهنده but استفاده کنید. پس but یک ربط دهنده جمله است. 2 جمله دارم، میگم
I mostly من بیشتر اوقات take a nap میکنم، یعنی یه عبارته به معنی خوابیدن، استراحت کردن، یه چرت زدن. I mostly take a nap. I'm going to the park. میخوام دوتا جمله رو به هم ربط بدم. میام از بات استفاده میکنم. حتما باید از بات استفاده کنم. چرا؟ چون دوتا جمله مخالفن. میگم بیشتر اوقات استراحت میکنم یا چرت میزنم، اما الان در حال رفتن به پارک هستم. نقطه جمله اول پارک میشه، بات قرار داده میشه و ادامه جمله حال استمراریه. میتونم بعد از بات یکی از تایم میکرها مثل right now یا today هم استفاده کنم. خب بچه‌ها این مثال رو میخوام به انگلیسی ترجمهش کنید و برام توی کامنت بنویسید. تمریناتی که توی تلگرام قرار دادم حتما حل کنید. مثال‌های بیشتری اونجا میبینید و وقتی که تمرین بیشتری حل میکنید بیشتر براتون جا میفته. حتما جملات رو با صدای بلند، یعنی صداتون رو کاملا خودتون بشنوید، تکرار کنید و این یه تمرین خیلی خوبه برای تقویت ماهیچه‌های زبان و اینکه جمله ها به خاطر سپرده بشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.